یعنی چون گفتم شما نفری بحث برانگیز هستید. شما اول با دادا جان عطاالله شدید، بعد با همدیگر جنگ کردید، چون که در اینترنت دیدم ناراحتی زیاد بیان کردید. یعنی نه، من 2000 3000 یورو روان میکنم، تقسیم میکنم. سلام بینندگان گرامی، انشاءالله که همه کس ساق و سلامت باشین. با کمک دستگیری های شما امروز من در یک کشور قرار دارم به نام لیتوا و میخواهم که از سلیمان دولتوف که نفر سیاسی هستند و فکر میکنم که بسیار خدمت های از اولی مبارزه در راه حق گویی کردن و میخواهم که از این نفر سوال بکنم که چرا که شما امروز در مبارزه کمرنگ هستین. سلام علیکم، درود با شما استاد کوهستانی و درود با بینندگان شما. ما امروز در مبارزه همه وقت فعال هستیم و یک چند مدت خاموش بودیم و انشاءالله باز مبارزه خود همچو جدی خواهیم دوام داد، زیرا که ما یک کمی در تجارت مشغول بودیم و کرانتین هم بود، بسیار جاها مشغول هستیم و بزم این در این مسجد همچو کار میکنیم، کمک با همراه مفتی حضرت هم کار میکنیم، بسیار کارهای زیادی داریم و انشالله امیدوار هستم و به تمام مردم میگم که باز مبارزه خود دوام میتیم و خود جدی با مقابل حکومت رحمانوف، دیکتاتورانه رحمانوف ما خواهیم مبارزه بود. ما به خاطر آن برآمدیم که مردم خود، ملت خود از این دیکتاتوری، از این بی‌صاحبی نجات بدیم، زیرا که در تاجیکستان ما دیکتاتوری مردم قامت شکست، آبروی ملت برد و ملت ما در تمام روسیه و در دیگر کشورها نه آبرو دارند نه یک عزت و آبرو دارند. ما میخواهیم که مردم ما مردم مستقل باشد، مردم صاحب دولت باشد و حکومت برای ملت خدمت کند، یک حکومت ملی، یک حکومت مردم سالاری در تاجیکستان داشته باشیم. خیلی خوب. شما کی به مبارزه پیوستید؟ ما 2014 سال در مبارزه با شهید عمرعلی قوتوف وقتی که گوش کردم، صحبت کردم با اون و قلب مرا با خودش محبت خود عمرعلی در قلب ما جوشید و همراه شهید راه حق عمرعلی قوتوف مبارزه بردم و با سپارش خود عمرعلی قوتوف که گفت که بچم به اروپا سفر کن. من وقتی که به اروپا سفر کردم یک چند مدت در فنلاندیا در زندان بودم. یعنی شما رو دستگیر کردن در فنلاندیا؟ در فنلاندیا با چی دلیله؟ با سپارش اینترپول تاجیکستان در فنلاندیا دستگیر شدم. خود ایشان رحمت الله علیه، خدا رحمت و مغفرت کنه، حاجی عمر خود با ادوکاتای من صحبت کردن چی کردن. پس از قتل حاجی عمر همچه زودتر مرا از حبس جواب دادن و پروازشیدنیکای زیادی برای من کمک کرد. خومین رجواج و امینسی اینترنیشن و خلسینکی نرویسکی کمیته اینها به من کمک زیاد کردن. حتی شما یک شخصی بحث برانگیز هستین. مثلا بعضی نفرها میگویند که سلیمان دولتوف در مبارزه جدی نیست. با اون نفر رو چی گفتنی؟ من همیشه جدی هستم. من دروغای اونها را، بسیار آدم هایی که مقابلشان در مبارزه هستند، مقابلشان سخن حق گپ میزنم، حقیقت برای اونها نمیفورد. یعنی با این باور هستی که بسیاری از مخالفین حقیقتایی که تو میگویی معقول نیست؟ اینا کارهای غلط میکنن، ما غلطی اونها را میخواهیم اصلاح کنیم. چی غلطایی مثلا میتونید با دلیل بگوین؟ بسیاری غلطایی بودن که 2014 وقتی که حاجی عمر زنده بودن، یکی از
مخالفین یکی همسرگرهای من بودند. نوریدین رضایی خود برآمد در کانال گفت که در کانال زیلو گفت که ای حاجی عمر منافق است، دروغگو است، کذاب است، دیگر است. من اون آدم دیگر قبول ندارم، زیرا که وای لیدر خود سنگ زد، اون چگونه مبارز میشود؟ از دروغ پوپیسه میزند که من مبارز هستم. نه، مبارز اینجوری نمیشود. یعنی فقط شما یک شخصیت رو مثال آوردین، هستن دیگر شخصیت‌هایی که مثلا شما ناراضی باشن؟ بسیار آدم در گروه بسیار اینها چیکار میکردن؟ حمله میکردن به سینما سنگ میزدن. ما طاقت نداشتیم. ما زبان من همیشه حقیقت گپ میزنه. یعنی این چیزی که شما با دکتر جان عطاالله پیوستید همین باعث شد، همین شد که اونها خودکامه وقتی که 2014 15 سال حاجی عمر که خدا رحمتشون کنه شهید شدن، اونها خواستن که لیدرها را چیکار کنن؟ عوض کنن. صابر ولیف و شراف‌الدین گدویف. به این خاطر ما باید این کار نمی‌کردیم. یعنی فکر میکنی که همین باعث شد که صابر ولیف به تاجیکستان رفت؟ همین ناحقی صابر بله، همین چیزی دل شکسته هم شد. بچه صابر ولیف خیلی دل شکسته شد، ضربه میشه در اینترنت و هر گپش میگفتن باید آدم مبارز خاص از برای خدا، خاص از برای الله، هر کسی که در دلش بخیلی، کینه، بخل، عداوت داشته باشه، من از همین جو گپ میزنم به اون کسایی که بخل و کینه و عداوت دارن، والله به هیچ جا نمیرسن. پیغمبر کینه نداشت، عداوت نداشت، نسبت یکدیگر بدبینی نداشت. لیکن بسیار مبارزای ما بدبینی دارن، کینه، عداوت. فهمیدی؟ اینا خودشون هیچ کس نیستن در مبارزه، اما یک آدم هایی که شما خودتون میدونید که در روسیه همراه من قریب 1 سال در یک جا زندگی کردیم. ما مزید چی کم نبودیم، صاحب کار بودین. من درباره صاحب کاری شما میدونم، مثلا انسانی بگیم که بی پول هم نبودین، زندگیتون خوب بود، همه چیزا رو پرتافتین و آغاز به مبارزه کردین. البته همه من با حکومتام دوستی داشتم با حکومت رحمانوف. شما میدونید که صفی الله عزیزالله رئیس اوباب تاجیکستان با من دوستی سخت بود. من همچون تو وزیر رمضان رحیموف برده معرفی کرد. به خاطر من که شاگرد آن کس بودم، از وظیفه آوردن یک رئیس اوباب ریسپوبلیکا را آوردن رئیس ششم دلی غرب مشموندن. یعنی به خاطر اینکه شما مبارز شدین؟ به خاطر من مبارز شدم، به خاطر من خطی و دوست بودم، به خاطر تعریفات من بسیار کسا را میدونم. یعنی به خاطر شما او را از وظیفه بالا گرفتن به وظیفه پستی آوردن؟ بله، از وظیفه پستی آوردن. به خاطر من است. من صدق حتی او قسم خوردگی است. بعضی که وقتی که 2014 سال من در سن پترزبورگ بودم، از نزد اونها آمدن شخصیت هایی بودن که 6 ساعت با من صحبت داشتن. نسبت حاجی عمر بسیار سخن او دزد است و اون دیگر است. من گفتم حاجی عمر دزد نیست، حاجی عمر دلسوز ملت است و برای ملت. حتی بعد شامو شخصیت گفت که حاجی اگر کبیری بخیزد، من فردا در اطراف شما و کبیری میخیزم، مبارزه میبرم. کی گپا گفت؟ و یک شخصیت بود که با فرزند نوریدین، امید نوریدین رفیق دوست بود. ما با اونا بسیار، حتی ما از زمین روسیه با اونها شیری بزروی میکردیم و دیگر بیزار شده بودیم از اونها. یعنی که خدمت میکردیم. بعضی نفرها با این باور هستن که شما با حکومت همکاری دارین. این حقیقت داره؟ من کار میکردم. ما با حکومت، ما تاجیک خارجه کار بود. تاجیک خارجه کار این است که میگراتسه در سن پترزبورگ بود، هوی کرده بودن. یعنی شما قبلا کار میکردین؟ تا 2014 سال وقتی که من چی کردم، خود دیوانه به من چند بار زنگ زد. من گفتم من در آلمان و در دیگر جا دو درجان بخبی و من گفتم من نمیرم. من میدونستم که اگر من میرفتم 2014 سال مثل امیجان صالحوف چیکار میکردن؟ محکم میکردن. یک سال دیگه که گپ ما طولانی نشود، یعنی چون گفتم شما نفری بحث برانگیز هستید. شما اول با
داداجان عطاالله شدید، بعد با همدیگر جنگ کردید، چون که در اینترنت دیدم ناراحتی زیاد بیان کردید. یعنی نه من چی چیز باعث شد که باز با داداجان عطاالله من هیچ پرابلمی ندارم. با داداجان عطاالله بعضی یک مقدار سوم از همسنگرهای ما گرفتن. وقتی که لیدر یک همسنگر، یعنی شما با این باور هستید که داداجان عطاالله پولای همسنگرای شما را گرفتن برای خود اصراف کردن؟ با همسنگری مرا پولش گرفت و چیکار کرد؟ نداد، نگردون. برای که 3 ماه گفت 30,000 یورو، 30,000 دلار بود و این پول میتونید بگین همسنگر نامش؟ همسنگر نامش صابر ولیف بود. یعنی از داداجان عطاالله از صابر ولیف 30,000 دلار گرفت. به خاطری که صابر ولیف برای چی که پس پدرش میترسید، اون پول در گردن من زدن که گفتن که تو بخیر دفاع کن. من در اینترنت بسیار دفاع میکردم، زیرا که صابر ولیف پول داده بود 3 ماه. گفت این پول من برای مبارزه میگیرم، یک مدت با بر میگردم. برای مبارزه نه، یک جا میتیم از اونجا پولی کلان ما میگردونم، شما را پول تو نمیتیم و گردانده داده نتونست. و همین خاطر وقتی که لیدر آدم همسنگ شاگرد خدا هم سنگر خدا فریب میکند، با این لیدر تو کجا رفته میشود؟ یعنی به همون خاطر جنجال های شما با داداجان عطاالله شروع شد؟ بله. به همین خاطر من اینجا بسیار چیزا را میبینم. همین صابر ولیف هم میبینم که بسیار وقت صابر ولیف هم 1 سال همراه من در لیتوا بود، در خانه بودیم. بچه بد نیست، نه که اما دل شکسته شد. هر گپش میگفتن، سخنهای ناجوش میگفتن، سخنهای قبیح میگفتن، بسیار سخنهای چیش میگفتن. با همین خاطر صابر ولی دل شکسته شد، رفت با شاروخ هم صحبت شد، گرفتن بردنش. یکمش با صابر ولی فقط من با اونها نزدیک کردم، همون کسا با من برآمدن. من گفتم یعنی تو باعث شدی؟ من باعث شدم. نمیترسی که حقیقت بگوده پیش جامعه ما چی میترسم؟ من گفتم با ما در من 2 لیدر است، یکی شراف‌الدین گدایف، یکی صابر ولیف. گفتم با همینا صحبت کنیم، اینها زیرا که رهبر هستن، ما با اینا هم سنگر بودیم، دوست بودیم. ما تا حاضر با شراف‌الدین گدایف هستم، زیرا که اون مردانه در مبارزه خودش استوار است، نشسته است و مبارزه خود میبرد. از همین لحاظ ما با صابر چی کردیم؟ مدت 1.5 سال صابر ولیف با اونها از 2018 سال با اونها صحبت میکرد، گپ میزد. حتی در رهبری با شادی حفیظوف آمده بود اوکراین، با صابر ولیف واخری کرد. صابر ولیف با اونها صحبت کردن. مدت یک روز به من تلفن کرد صابر ولیف که ما بادایی که من تاجیکستان برای چی؟ گفتم برای رفتم بگیر، من برای چی نمیگم. و آخران روزی که من با صابر ولیف هم گپام گریخت، بسیار یک منمنی زیادی میکرد، زیرا که پول حرام اونها میدادن و خیر میکرد. گفت که من در امین رمضان، ماه شریف رمضان 500 آدم 100 یورویی دادم. 500 آدم. من گفتم برادر صابر ولیف تا همراه من بودی، بعد در مغازین در آمدن دستت میلرزید که از کیسه پول براری یگون چی بخری. تین پول ایزو با اون سخنهای بلند چی رفت. از من هم پول گرفتگی بود، یک وقت تجارت میکرد در مالدو، 1000 یورو گرفتگی بود قرض. من گفتم که اگر که تو پولدار باشی پولی مرا بگردم. اون غضبی شد و سخن ناجا گپ زد به من. با یک شاگرد دیگر مهربان اوقاتش داشت، مهربان ستارو. نه یک مهربان دیگر. او بچه همراه صابر ولیف صحبت میکرد دورهایی که ولی صابر ولیف تاجیکستان نرفته بود، در اپوزیسیون بود، مبارزه میبرد. اون بچه مهربان میگفت که برای ما مبلغ بده، ما در اینجا جوانو رو جبر کنیم با مبارزه بریم، جوانو رو تیار کنیم در داخل تاجیکستان برای انقلاب و برای این.
خیر ما مبلغی نداشتیم، خیال میکردن که ما میلیونر هستیم. الحمدلله با تجارت مشغول هستیم، کمی یعنی در یک سطح خوب اومدگی هستیم. یک سوال دیگه خیلی سوال خوبم است. شما یک رفت آمد زیچ با پیمان ملی تاجیکستان داشتین و در آخر دیده نمی شود که شما با اونا رفت آمد داشته باشین. مشکل در چیست؟ خب دوستی عزیز، ما با پیمان ملی هیچ نه اعضای پیمان هستم نه اعضای حزب نهضت اسلامی. هر وقتایی هم جشن پیمان میشید مرا دعوت میکرد شرافالدین گدایف که بیا در همینجا اشتراک کن. یعنی فقط شما با دعوت شرافالدین گدایف اونجا میرفتین؟ با دعوت شرافالدین گدایف من میرفتم. من اعضای پیمان نیستم، زیرا که من با همین پیمان یا با حزبی های اجایی شدم بسیار در تاجیکستان یک عذاب اومد به سری ما، به خاطر پدرم، مادرم، حتی مادرم دولینی زد. بسیار با اینها اگر که رفت آمد کنی رحمانوف بسیار غضبی میشه. یعنی اگر با حزبی ها رفت آمد کنی رحمانوف غضبی میشه. سبب در چیست؟ سبب شاید اینا یکم قوه جدی دارن که از اینها کمی ترس دارن. یعنی رحمانوف از حزب ترس داره؟ از حزب ترس داره، بله. حتی نفرانی که با بگیم که نفران حزب مصاحبه میکنن با اونها هم خطر است؟ به همه خطر است، از همه خطر میبینن. زیرا که رحمانوف خیلی حزب نهضت اسلامی را جدی میبیند، یعنی در مقابل خودش فقط حزب میبیند. دیگه گروه ها را قبول ندارد. دیگه گروه ها را قبول ندارد. نیکی من میدونم که در این جمع بیچاره حزبیان به همین کار و بار زندگی خودشون مشغول هستند. یکم چی نداره. بعضی کسایش هست در حزب آدم خوبم هست ناخوبم هست. خوب جامعه بدونی خوب بد نمیشه. گفتی همون با روسی یک مقاله چی هست که سیمیا بزرود نبوید، یک آدمای خوب هم هست آدمای ناخوب هم هست در حزب نهضت اسلامی. و همین خاطر من اعضای حزب نهضت نیستم، اعضای پیمان ملی نیستم، لیکن اعضای اصلاحات و رشد همراه شرافالدین گدایف هستم و مبارزه. یعنی تو با شرافالدین گدایف یک جای هستی؟ بله با شرافالدین گدایف من قول دادم، من گفتگیم که همه وقت جایی که حاجی عمر بود، حاجی عمر خود شرافالدین گدایف چیکار میکرد؟ میگفت که این جانشین دست راستی من است. خب در همراه حاجی عمر رحمت الله علیه، خدا رحمت و مغفرتش کنه، بچه خالش هم کار میکرد. این بچه عمش میشید شرافالدین گدایف. نه که چرا بچه خالش تقویاش همراه حاجی عمر نبرآمد و خود شرافالدین گدایف برآمد. خود شرافالدین آمد، مال و ملک میتوند شرافالدین همین بردگیش تا پول بگه پولش بگه برگردوندن میدادن، مبارزه نمیبرد. با فکر شما چی سبب شد که شرافالدین گدایف بازگردوندن به اروپا؟ شرافالدین گدایف جامعه شهروندی و دیگر دولت ها در قضیه او دخالت کردند. خود روسیه گفت که بعد بگردونین شرافالدین گدایف، اگر نه حکومت رحمانوف هیچ وقت مثل شرافالدین رو برگردوندنی نیست. محمد رضا اسکندر رو گیجا شد و دیگر من مقصود ابراهیم رو گیجا شد، گردون برنگردون، زیرا که اون پناهنده اروپا بود، هلند بود، بالای حکومت رحمانوف فشار آمد و اینا برگردون. و شرافالدین گدایف من در مردی شرافالدین گدایف همین میبینم، مرد است شرافالدین گدایف. به چه خاطر؟ روزی نشود که باز بگن که مثلا شرافالدین گدایف نه، من شرافالدین گدایف خطی جنگ هم کردگیم، حتی عقارت چپک هم کردگیم، نه که من هیچ وقت کینه و بخل نداریم. چون که شما یک انسانی بحث برانگیز هستین، با بسیار نفرها بحث میکنین، شاید که حقارت هم بکنین، اما زود آرام میشوین. سبب در چیست؟ یعنی این پاکی دل است. قلب آدم باید پاک باشه، باید کینه بخل عداوت نداشته باشه. آدم باید کینه و بخل عداوت نداشته باشه. فهمیدی؟ اگر آدم کینه و بخل عداوت داشته باشه هیچ پیشروی نداره. تا اگر کینه و بخل، من همین طفلا را ببین، طفلا را ببین، با یکدیگر جنگ میشن، با یکدیگر خیلی زود دوست میشن. باید آدم مثل همین طفل باشه. همچنان ما هم اگر خدای کرده باشه که یکی مبادای تاجیکستان رفتیم یا حکومت دستی مخالفانی ماشید، باید ما به همین حکومت دارای ظلم کردن، باید ما با اینها چیکار نکنیم؟
فشار نیاریم، ظلم نیاریم. چگونه که پیغمبر ما را چقدر عذاب و مشقت دادن، برعکس پیغمبر با اونها چی گفته؟ کسی از غلاف چی شمشیر چه نکشه، هر کسی که در جاش است در خانه‌اش امین است. به همین خاطر برادر عزیز باید ما هم رفتار پیغمبر داشته باشیم. باید ما گفتار، یعنی نفرانی که مردم اذیت و آزار کردن به فکر شما اونها رو باید هیچ چیز نگفت. بله هیچی گفتن در اگر شما که گپا رو بگین شاید در آینده اونها باز هم اذیت و آزار زیاد کنن، بعد بگن که مخالفینم بیان ما رو هیچ نمیگن. نه ما میگیم که با چه خاطر؟ به خاطری که ما باید از اونها فرقیت داشته باشیم. ما مثل اونها، بله کسی که اگر جنایت کلان کرد، جنایت کلان داشته باشد، اون به جوابگری گرفته میشد، آدم کشته باشد و دیگر کرده باشد. نه که اگر که مثل من این چندین شاگردا دارد، هر یک فرزندای رئیس جمهور، دخترای رئیس جمهور، یتیم و دیگه، هر یک تا اینها شاگردها دارد، در نام اینها زوادها است، خانه‌ها است، پلا هست. اینها را به جوابگری کشیده نمیشد. خب کم از موضوع بیرون میریم چون که وقت ما زیاد نیست. شما درباره عزت امان چی فکر دارید؟ عزت امان من یک شخصیت تصادفی میشمارم. با خود من هر 2 ماه پس با مردم تاجیک هم در روسیه هم در تاجیکستان 2000-3000 یورو روان میکنم، تقسیم میکنم. خانه مبارزادم میبرم میتیم، خانه کمبغلا و فقرا. این پول شما از کجا پیدا میکنید؟ پول از تاجر هستیم، تجارت میکنیم برادر عزیز. ما از لندن کار میکنیم، چیزای حلال میاریم از لندن و از دیگر کشورها. به همین خاطر اون گنرال دیرکتوری اون خاطر ما صحبت کردگی هستیم. از امو هر چی که زیاد میخریم، شاید در ما 10,000 یورو 15,000 یورو ده میخریم، از اموجا 20% امو را میتیه برای ما. همین 20% من هم چی میکنم توفه میتید، هم 20% من به خودم نمیگیرم، برای فقرا و کمبغلا روی میکنم. یعنی برای خود فرض میدونین که خانواده مبارزینی که در زندان هستن کمک نه یک مبارزین بسیار. من در تاجیکستان حتی یک قشلاق آب گذراندم، خب 60,000 سومان ده. من نام او قشلاق ذکر نمیکنم که زیرا که شاید اون قشلاق ده چیکار کنن، فشار بالای این مردمی این قشلاق. من یک مکتب دیگر ساختگی هستم، اینمی 2019 آخرش مکتب ساختم، آب ساختم، آب گذراندم، 13 کیلومتر آب گذراندگی هستم. یعنی این پولم از پول شخصی شما بود؟ از پولی همین آدم هایی که من برای هم چرچی که مال زیاد میخرم، من مال دیگر کشورها هم انتقال میتم. موز فنلاندی هم میگیره از من همین بار، اونجا هم میتیم. هر چی که 2000-3000 ماهش برای من چی میآید؟ کمک میآید، سکیتکه میآید 20%. یعنی شما همینا رو برای مردم تقسیم برای مردم تقسیم میکنیم. در این دنیا همین میمونه، هر چیزی که میتی همین را میبری. چیزی که جمع میکنی اونا بعد میروند، روز قیامت جوابگری است. همین برادر عزیز، ما با مبارزان هم کمک. حتی یک بدبختی که از گروه 24 بود برای من دروغ کرد که گفت که پول روی که فیراری گفت پول روی که من گفتم مایل 200 یورو روی کردم، یک نامری آرس داد، من نواسیبیرس روان کردم. نواسیبیرس گیر گفت که من میبرم مقصود ابراهیموف دمیتم. من گفتم بر ساله جان مقصود ابراهیموف، عبدالرحیم واسیده همینا ده خرید که بوده، گریف پولا نکرد. گفت من میرم پیش ویدو. گفتم اگر همین اگزمین بگذرد من 5,000 یورو دیگر برای تو روان میکنم، همه تو رو ما ده خرید کن، چیکار کن؟ تقسیم کن. نه که بدبخت چیکار کرد؟ همون بر در 200 یورو انتها نگذاشتن نتونست. 200 یورو را گرفت، چیکار کرد؟ خورد نبرد بهمون زندانیایی که در داخل تاجیکستان گرسنه هستند، تشنه هستند، نانی خوردن ندارن، با اونا تسلیم کنن. یک سوال دیگه برمیاد، همون فرانی که مثلا مقصود ابراهیموف،
صالح جان این دیگر نفرایی که مثلا از یک گروه وابستگی از یک گروه داشتن، همسرگران دیگرشون شون یک حرکت دیگر، از طرف حرکت ها با اونو کمک میشه؟ من با اونها کار ندارم. من همچی یک اونها برادرها بودن همراه ما. وقتی حاجی عمر در یک سنگر بودیم همراه ما بود، حاجی عمر بود. من باید قرض دارم از اونها که به اونها را کمک کنم. من قرض دارم، من همچه قرضدار میشمارم خودم که باید من اونها را کمک کنم. یعنی نفر مبارزی که در زندان در زندان هستن. خب یک سوال دیگه کمک بیرون از موضوع، شما با فکر شما حکومت رحمانوف چقدر دیگه باقی میمونه؟ حکومت رحمانوف الله میدوند، خدا میدوند. اگر مردم تاجیک امروز زیرکی کنند، مردم تاجیک امروز زیرک باشند، بخیزن از حق و حقوق خود دفاع کنند که رحمانوف بدبخت از تاجیکستان دفع کنند، یک پرزیدنت عادل خلقی برای خلق خدمت میکردگی. حکومتدار باید برای خلق خدمت کند، نه خلق برای حکومتدار این فرزند فلانو. ببینم امروز پرکرور دادستان یک حافظه برد کشت. دادستان مست است، پرکرور یعنی همون پرکروری که امروز بهرام غفورov نگاه کن دوچاری صدمه شد، دوچاری صدمه شد، مست بود برده کشت. یک تای دیگهش بود در کوما است، در بیمارخانه وزبین است. ببین اینها وقتی که قانون رعایت نکنن، برای اینو پلیوتن مردم توف کردگن در روی مردم تاجیک. و همین خاطر اگر مردم بخواهند که فرزنداشون آینده، جوانای عزیز، فرزندای شما، ما وقت پدرای ما روسیه می آمد ما خرد بودیم، امروز ما آمده استیم روسیه، فردا فرزندای شما روسیه میاد. فکری فرزنداتون نکنیم، فکری فرزنداشون. نباید که فرزند اونها بیاین در روسیه صرف 11 تمام میکنن بیان در روسیه چیکار کنن؟ در روسیه مردی کاری کنن. باید فرزند اینا اونیورسیت بخونن، باید فرزند اینها دکتر شوند و دیگر شوند. ببینید در یک کرونا ویروس دکترها گرفتن رفتن، در کرونا ویروس دکترها فرار کردن. ببین باید دکتر همیشه در سرگرد با کرونا ویروس است، با تمام مریض باید مبارزه برن. امروز مردم ما را حکومت به غیرت کردگی است. چرا هست که مردم بیدار کنید؟ چی راه را شما میبینید مردم بیدار کردن ملت؟ مردم زنبیر وچیدگیان. طول 24 سال شد حکومت، 28 سال است، 27 سال شد که حکومت رحمانوف فقط در تلویزیون اساسگزار صلح و وحدت دیگر مردم زنبیر وچیدگی است. باید ما هر چی قمیتونیم با مردم مغز سری مردم شستشو کنیم. باید مردم بفهمونیم، باید ما مردم بفهمونیم که این مردم شما را فریب دارند. در یک جای تاجیکستان مصیبت است، در تلویزیون کنسل رفته است. بله. فکر شما درباره شکرابی با آلوچه چیست؟ شکرابی با آلوچه یک مسخره است. پرزیدنت خیلی مسخره داره و شرم نمیکنه. یک پرزیدنت میاد در سر یک میز میستد با هم شهرهای خودش، با خلق خودش درباره قروتا و شکراب میزنه. او جز دیگر کاری نداره. او را عاقبتش آخرش همین آمده است که امروز فردا شاید نابود شود. خب شما خودتو گفتن که یعنی خدا میدوند که چقدر که حکومت رحمانوف دوام میکنه، اما حاضر در همین گپ خودتون با جواب گفتن که حکومت رحمانوف کمش مونده است. از کجا میشه ایرادی؟ شاید مردم تاجیکستان ناموس کنن که امروز بخیزن دیگر چاره ندارد، بخیزن رحمانوف دفع کنن. انشالله امیدوار هستم از ملت، از مردم که مردم بهش بیاین. ببینه که ما در دولت‌های اروپایی هستیم چقدر مردم سیر و پر هستند و پیشروی دارن. چرا ما پیشروی کردن نمیتونیم؟ ما از اینا چی کمی داریم؟ همون دو چشمی که الله برای ما داده است برای اینا هم دادگی است. همون دستی که برای ما و تو داده است برای اینا هم دادگی است. همون عقلی که برای ما و تو داده است برای اینها دادگی است.
бояд мо мардуми тоҷик зирак бошем, Раҳмонова ҳамчу зудтар аз сари қудрат нест ва нобуд карда шавад ё истифо битояд биравад. Майла зиндагӣ кунад дар дохили Тоҷикистон, аммо истифо битояд ки як ҳукумати мардумӣ шавад. хуб Раҳмонов агар истеъфо бита ба фикри ту мегузора ки як ҳукумати мардумӣ дар Тоҷикистон биёяд вақте худаш дар дохили Тоҷикистон аст? Бале, ки истеъфо бита намешавад ки тамоми бигем ки қувваро дар дасти дигар нафаро бита ва худаш дар Тоҷикистон беста. Ба ӯ маълум аст ки як рӯз на як рӯз миллат мехоҳад ки ӯро бигем ки ҳукм кунанд. агар миллат зирак бошад, дар Туркия то ҳозир агар набоша, дар Туркия зулме ки Ататурк карда буд, то ҳозира касе ки Ататуркая сухани бад гап мезанад, он статья мегирад.